سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 17 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به سرخط خبر و گزارش‌های برنامه. جسدهای شخصیت‌های شناخته تاجیکستان را از باغ عینی گرفتند و به جای دیگر بردند. تنها جسد استاد عینی در باغ به نام خودش میماند. و مقبره اون کس از نفسازی کرده شد، قبرشون در همینجا هست، در اونجا کوچانده نمی‌شود. شکلی که در هیکلشون، هیکل استاد عینی در اومدگاه باغ قامت راست کرده است. حکومت امریکا از تحولات در شهر کیرکوک عراق نگران است، ولی میگوید هیچ یک از طرف‌ها را در این شهر پشتیبانی نمی‌کند. رودیسیر 10 هکتار شالیزار در ولایت سوخت را زیر آب کرد. شال پروران میگویند ممکن است امسال قیمت برنج بالا رود. تفصیل خبرها. با ادامه بازسازی یکی از باغ‌های مرکزی شهر دوشنبه، مقامات تاجیکستان جسدهای چندی از شخصیت‌های شناخته در کشور را به آرامگاه دیگری برده دفن کردند. بعضی‌ها میگویند بیجا کردن تربت روشنفکران و عالمان ناآرام کردن روح آنهاست. ایده دیگر به این اندیشه هستند که تربت روشنفکران باید در گوشه آرامتر و در کنار شهر جایگیر شود، چون باغ جای تفریح است. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. بینندگان عزیز، من در آرامگاه استاد عینی قرار دارم که با کوشش و تلاش مقامات شهر دوشنبه این آرامگاه آباد کرده شده است و در این باغ عینی که نام برده می شود آرامگاه استاد عینی درست کرده می شود و تنها در اینجا قبر استاد عینی باقی خواهد ماند و همین جایی که من صحبت دارم زیر این قبر استاد عینی قرار دارد و روی آن سنگ قبر که آماده شده است نیز همینجا گذاشته می شود. مقامات میگویند قبرهای دیگری چهره‌های معروف کشور که در اینجا قرار داشتند به قبرستان لوچاب کوچانیده شدند. باغ به نام استاد صدرالدین عینی هست، مقبرشون، قبرشون، هیکلشون در این جایگیر میگرد. البته باغ که به نام استاد صدرالدین هست، تنها قبر استاد عینی جایگیر میشه. فعلا بعضی قبرهای چهره‌های سرشناس به آرامگاه لوچاب آورده شده، در بعضی مقبره ها نام و بعضی دیگر ناتمام مانده اند. همونطوری که ما پیشتر به شما از باغ عینی ایستاده به شما صحبت کردیم که قبر برخی از چهره‌های ادب و فرهنگ تاجیکستان که به لوچاب کوچانیده شدند در اینجا جایگیر کرده شدند و بعد از تعمیر و ترمیم و درست شدن رسما این باز کرده میشد و معرفی کرده می شود. و همین طور قبر باباجان غفوروف و قبر رسولوف، قبر باقی رحیمزاده، این از چهره‌های معروف ادب و فرهنگ و ارباب سیاسی تاجیکستان در همین جای داده میشن. همچنین قبر فرزندان استاد عینی نیز به همین جا کوچانیده شدند و در همین جا گذاشته میشن و من بعد اینها در همین جا همچنین یک زیارتگاه مردم نگاه داشته میشن و حفظ کرده میشوند. بعد آخر سالهای 1970 عادت شد که برخی چهره‌های آبرومند جمهوری در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شوند و یکی از اولین ها مرزا ترسونزاده بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسندگان و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد. با شروع برنامه نوسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت‌های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره‌ها الکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه‌های خود را در این زمینه اظهار کردند. دیروز کوچاندن دعوت نکردن لیکن گفتند که ما قاعده‌ای کردیم، همه رو گوسفند کشتیم در لوچاب، گوسفند کشته قاعده‌ای همه رو کوچاندیم. ضمناً باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگزار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح منویلوف ساخته شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 گکتار می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند که این باغ باید نمود تازه به خود بگیرد. دادگاه شهری خوجند دو وکیل سابق یکی از شهرهای ولایت سوخت را با گناه قلابی و رشوه‌خوری به زندان محکوم کرد. محاکمه سعادت شریفزاده و روشن حسنوف وکیلان مجلس شهر استقلال روز 16 اکتبر برگزار شد. دادگاه گفت هر دو وکیل سابق و راننده خانم شریفزاده به 2 نفر در عوض وعده خصوصی کردن یک کودکستان و یک اردوگاه بچگانه $200,000 رشوه گرفتند. هر 3 نفر را از 5.5 تا 9 سال به زندان محکوم کردند. خودشان اتهامات را رد می کنند. به
ба додгоҳ рӯзноманигорон ва теъдоде аз хешовандони ин афрод ва вакилони дифои онҳо раҳ дода шуданд, вале барои наворгирӣ ва барои сабт додгоҳ иҷозат надод. дар замони бозбинии парванда тафтиши аввалия ду вакили маҷлиси шаҳри Истиқлол Саодат Шарифзода ва Равшан Ҳасанов дар боздошт дар сизои рақами 1 шаҳри Буҷанд нигаҳдорӣ мешуданд, вале ронандаи онҳо Акрам Исмоилов ба шарти берун рафтан аз маҳалли зисташ дар озодӣ ба сар мебурд. Зимнан баъди эълони ҳукм Саодат Шарифзода ва Ҳасанов гуфтанд ки аз ҳукм норозӣ ҳастанд. Онҳо бо роҳи қалобӣ иншоотҳои давлатиро барои дигарон бо боварнома хусусӣ гардонида маблағи ҳангуфти онҳоро нагирифтаанд ва ҳамчунин Ҳасанов гуфт ки ӯ мақсади онҳо маслиҳати пора доданро ҳам ва амали пора доданро ҳам ба масъулони оҷонси назорати давлатии молӣ анҷом надодаанд. ҳукми ин се нафар ҳоло нерӯи қонунӣ нагирифтааст ва вакилони дифои онҳо ва пайвандонашон ва худи онҳо ҳам дар толори додгоҳ гуфтанд ки аз болои ин ҳукм ба зинии болоӣ шикоят мебаранд. Саодат Шарифзода ва Равшан Ҳасановро 4 моҳ пеш маъмурони оҷонси мубориза бо коррупсия дастгир карданд. Дар Тоҷикистон ба гуфтаи Созмони шаффофияти байналмилалӣ ришвахӯрӣ васеъ паҳн шудааст ва дар тамоми сатҳҳои ҷомеа вуҷуд дорад. яке аз бонкҳои азим ва гирифтори мушкил дар Тоҷикистон барои беҳбуд бахшидан ба вазъи молии худ садҳо кормандашро ихтисор кардааст. Агроинвестбонк ки аз нисф бештари саҳмияҳояш дар дасти давлат аст, тақрибан 2000 кормандашро ҷавоб додааст. Моҳсафар Яҳьёзода, сухангӯи собиқи Агроинвестбонк, рӯзи 16 октябр ба Радиои Озодӣ гуфт ӯ ҳам аз ҷумлаи кормандони ихтисоршудаи бонк аст, чун дафтари матбуотии бонкро низ бастаанд. шумораи бисёри кормандо ихтисор шуданд. ин ихтисор вобаста ба вазъи Агроинвестбанк буд. дигар надоштам имконияте ки нигоҳ дорад кормандора. дигар имконпазир набуд истодани шумораи кормандо ба он масъалаи пардохтпазириш. мо аз ягон кас хафа нестем, барое ки медонистем ки мешавад. шӯъбаҳое мондан ки кори унос зарур буд. агроинвестбонки раҳбариашро раиси собиқи Бонки Миллии Тоҷикистон бар уҳда дорад. 2 сол боз аст мушкилоти молӣ дорад. давлати Тоҷикистон то кунун барои муфлисӣ наҷот додани Агроинвестбонк ба он бештар аз 1 миллиард сомонӣ кӯмак кардааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои байналмилалӣ. ҳукумати амрико гуфт аз таҳвулот дар шаҳри Киркуки Ироқ нигарон аст. нерӯҳои давлатии Ироқ барои зери назорат гирифтани зербунёд ва муассисаҳои муҳими давлатӣ ба Киркук ворид шуданд ва бино ба гузоришҳо байни онҳову размандагони курд заду хурдҳо ба вуқӯъ пайвастанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдулло Ашуров. ایالات متحده آمریکا از تحولات اخیر عراق نگران است، ولی در بحث حکومت مرکزی عراق با مقامات کرد از یگان طرف جانبداری نخواهد کرد. در حالی که 16 اکتبر نیروهای حکومتی عراق انشاءات استراتژی شهر نفتخیز کرکوک را به تصرف خود گرفتند، در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت ما از یگان طرف پشتیبانی نمی‌کنیم، ولی خوشحال نیستیم که آنها برخورد دارند. روز دوشنبه تانک‌های عراقی مناطق استراتژی این ولایت شمالی و از جمله قرارگاه رئیس این استان را در شهر کرکوک زیر نظارت درآوردند. این اولین برخورد میان نیروهای حکومتی و گروه‌های نیمه نظامی پشمرگه کرد بود که بعد از رفراندوم استقلال منطقه مختار کردستان از عراق به وقوع پیوست. مقامداران کرد میگویند ماه گذشته اکثر کل اهالی منطقه به طرفداری از استقلال آواز دادند، ولی بغداد نظرخواهی را غیر قانونی میشمارد. سروزیر عراق حیدر العبادی میگوید تصرف کرکوک برای حفظ یگانگی کشور ضرور است. او از ساکنان کرکوک دعوت کرد که با نیروهای مسلح همکاری کنند. مقامات افغان میگویند که روز 17 اکتبر در بمبگذاری مرگ طلبانه و حمله طالبان به پایگاه پلیس در شهر گردیز 12 کس کشته شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که 2 حمله‌ور در مرکز ولایت پکتیا به قتل رسیدند. مقامات افغان به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله رئیس پلیس نیز کشته شده است، ولی وزارت امور داخلی افغانستان این خبر را رد کرد. هدایت الله حامدی معاون سردار اداره پلیس گفت در حمله افراد نظامی و هم ملکی
قربان شدند. طالبان که در سال 2001 از سر قدرت در افغانستان دور شدند مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت سوخت دهها شالی پرور تلاش دارند حاصل رسیده کشتزارهای وسیع خود را از چنگال آبخیزی رها کنند. دهها گکتار شالیزار که در کنار رودخانه سیر بزرگترین رودخانه ولایت جایگیر شدند حالی زیر آب ماندند. معصومی محمد رجب همکار ما به محل حادثه رفت و گزارش او را همکارم مومن احمدی تقدیم می‌کند. آبخیزی در فصل تیرماه و در شمال تاجیکستان. دهها گکتار شالیزار در ولایت سوخت زیر آب مانده است. دهقانان نگرانند که حاصلشان تلف می‌یابد و قیمت برنج هم بالا می‌رود. حاصل می‌گرفتیم 30 تن شالی می‌گرفتیم اینجا. 30 تن شالی 22 تنش برنج میشد. برنج من بازار پنجشنبه می‌فروختیم. من از آن می‌شد. من ممکن حاصل ندارد ممکن سال نخوب برداشته میشد. عبدالجبار غفوروف در خواجگی دهقانی خواجه سرکار در ناحیه باباجان غفوروف 6 گکتار شالی دارد. مثل او شالی پروران دیگر ناامیدانه به کشتزارهایشان می‌نگرند و نمی‌دانند چگونه حاصل را نجات دهند. من 10 روز دنیا آبنده ایساست. 10 روز من خدای خودش می‌داند چی آولنده چی. این شالیزارها در کنار رودخانه سیر هستند. از بس که آب زیادی به آبانبار قیراقم جاری شده است، مقامات برای مانع شدن بر رخنه سد آب زیادی را یکباره سر دادند. در این طرف بستن ساحل و کوشش برای حفظ دهها گکتار شالیزار ادامه دارد. چیکار روز باز کار میکنیم تا همین آب زدگی جایه 3 روز بودم و 4 روز همینجا رسیدم. حرکت داشتیم که تیسر بندیم و چینیم با بیشتر تانستگیم های گیریم افتاده. همین دیگر و ایمان نیست. با گفته دهقانان حدود 100 گکتار شالیزار در ناحیه‌های غفوروف، رسولوف و سپیتامین زیر آب ماندند و احتمال حاصل نابود شود. بسیاری از دهقانان نمی‌دانند که زیانشان جبران می‌شود یا نه، اما عمیق می‌دانند که امسال برنج محلی که طلبکار زیاد دارد گرانتر خواهد شد. در امریکا استفاده از درون‌ها در نهادهای امنیتی بسیار زیاد شده است و بعضی‌ها نگرانند که مقامات انتظامی و حفظی ترتیبات این درون‌ها را برای جاسوسی به ضد آنها استفاده نکنند. گزارشی که حالا می‌بینیم درباره استفاده زیادی درون‌ها در امریکا است. پرواز این ابزار حمید خان را نگران می‌کند. همه ما شاهد هرچی بیشتر مسلح شدن نیروهای حفظی حقوق هستیم. حمید خان مهاجر پاکستانی از مخالفان استفاده درون در نهادهای انتظامی است، زیرا به عقیده وی نژاد پرستی در امریکا زیاد است. برای من همچون یک فرد و یک جزء جمعیت مهاجران آموختن ارزش‌های اصلی امریکا ضرور است و آن ارزش‌ها از ایجاد فرهنگ مقاومت برمی آید. مقاومت آنها بلند کردن صدا و جمع آوری امضا برای منع استفاده درون‌ها در نهادهای حفظ حقوق است. پلیس شهر لس آنجلس می‌خواهد طرح آزمایشی برای استفاده درون‌ها در مبارزه با جنایتکاری را عملی کند. پلیس منطقوی مدت هاست که درون به کار می‌برد. با ما امکان می‌دهد در وضعی برای انسان خطرناک جای لازمی را ببینیم. می‌توانیم آن را به نزد ماشین فرستیم و ببینیم که فرد اسلحه دارد و به آن نزدیک نشویم. می‌توانیم اصول‌های دیگر را برای حل امن و یا برعکس مسئله به کار بریم. و ساکنان ولایت ختلان یکشنبه گذشته با برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی جشن مهرگان را تجلیل کردند. دهقانان از 25 شهر و ناحیه‌های ولایت به اینجا حاصل زحمت خود را آوردند و کدبانها غذای معمول و معروف در بین مردم را پیشکش ساکنان و مهمانان شهر کردند. از کلچه‌های خرد تا به نان‌های بزرگ خوان‌های جشن مهرگان در قرغان‌تپه را آرایش می‌داد. مهرگان یکی از جشن‌های عهد قدیمی مردم ایرانی نژاد است که در تاجیکستان تا چند سال پیش تجلیل نمی‌شد. بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.